کمیته اولتوی فوق‌العاده تاجیکستان به سهم ساکنان و میمانان کشور میرساند که طبق پیشبینی هواشناسان تا پایان هفته روان در جمهوری هوا سرد شده انتظار می رود در وادی ها باران و در مناطق کودامن و کوهستان تاجیکستان برف شدید ببارد. بنا به پیشبینی هواشناسان در بعض قطعه های راه های ماشینگرد دوشنبه خوجند چنوق، دوشنبه وحدت لخش، دوشنبه رشت، دوشنبه سنگوار، دوشنبه کولوب، شاهین درواز، ونج خاروغ اشکاشم مرغاب یخبندی در نظر داشته شده در بعضی جایها برف توده ها به عمل خواهد آمد. خطر زیاد فرآمدن ترمه و سنگریزی نیز باقی میماند. گفته می شود در اظهارات کمیته اولتوی فوق‌العاده در رابطه با این کمیته اولتوی فوق‌العاده و مدافع گرجدانی مملکت از اهالی خواسته است که در این روزها تا حد امکان از سفر به مناطق آسیب پذیر و منطقه های خطرناک اینچنین از جمع‌آوری هیزم رفتن به چراگاه ماهیداری و شکار خودداری نمایند. کمیته به رانندگان خاطر رسانی میکند که در شرایط بارش برف و یخبندی نقلیات را با واسطه های برای چنین شرایط ضروری تامین نموده قاعده های حرکت در راه و هنگام گذشتن از قطعه های دارای خطر ترمفرایی مسافه بین ماشین ها باید قطعاً رعایت کرده شود. هنگام در کوچه ها حرکت کردن هم خیلی با احتیاط بودن ضرور است، زیرا حالت شکستن درختان و کندن خطهای بلند شدت برق در نظر است.